اینجا دهانه غار خفاش در دهلورانه، یه جایی که میتونه به عنوان یک قطب گردشگری روش سرمایه گذاری بشه. میشه اینجاها رو مرتب کرد و برای ورودیه غار یه تدارک علمی فراهم کرد و جمعیت فراوانی رو از ایران و جهان به اینجا فرا خوند و البته زیرساخت‌های لازم رو هم برای اقامت گردشگران ایجاد کرد. صدای این پرنده ها رو میشنوید؟ اما چرا واقعا گردشگری و توریسم در ایران خاک بر سره؟ چرا با وجود این همه مفاخر باستانی و دیدنی که در ایران هست، سهم ما از توریسم خیلی قلیل و ناچیزه؟ رازش عزیزانم در آخونده. آخوند نمیتونه گردشگر رو تحمل کنه. چرا؟ چون نمیتونه با دنیا نسبت برقرار بکنه. تفکر آخوندی یعنی تفکر انجماد. یک آخوند نمیتونه با یک توریست، با یک گردشگر، با یک اندیشمند، با یک دانشمند خارجی ارتباط برقرار کنه. برای اینکه توریست ها، دانشمندان، اندیشمندان مردمان ایران و جهان رو به علم فرا میخوانند و حالا که آخوندها به چیزهایی که ذهنی است. و اینجا نقطه برخورد این دو اندیشه است. اندیشه‌ای که مردم رو و مخاطبین رو به علم و به اندیشه و به فهم و به خرد فرا میخوانه و مرامی که به اوهام، به خرافه. من احترام میگذارم به روحانیان خودمون، همیشه هم گفتم این رو، ولی تا زمانی که آخوندهای ما نتونن با دنیای فهم ارتباط برقرار بکنند، در انزوای داعشی مجبورن به خشونت روی ببرند، درها رو ببندن که مبادا مردم بفهمن، مردم با نگرش های دیگه آشنا بشن. علت این که آخوندها با علوم انسانی مخالفن میدونید همینه. اونا نگرانن که دانشجو با فرهنگ ها و با اندیشه های دیگه ارتباط برقرار کنه، آشنا بشه و یه دفعه به آخوند بگه چرا؟ برای چی؟ به هر حال اینجا یک سرمایه است. این غار زیبا یک سرمایه است. میتونه محل رفت و آمد پول باشه، رفت و آمد دلار، رفت و آمد محبت، لبخند، ادب، همزیستی، همدلی. ولی این که چرا روحانیان ما این رو بر نمیتابند، دلیلش همونیه که براتون گفتم. درود بر شما. به دهلوران بیاید، به غار خفاش و بعد به یک چشم قیر. چشم قیر یه جایی است که از او قیر میجوشه. میدونید که دهلوران دومین نقطه است که ویلیام دارسی به او پای نهاده و نفت از او استخراج کرده.